میدونید چرا پروژه گراند سافایر انقدر طرفدار داره؟ قبرس شمالی 3 مزیت داره که همه رو جذب خودش میکنه. اول کازینوهاشه، بعد کلاب‌های ساحلیش هست و از همه مهمتر منطقه لانگ بیچ. حالا تو منطقه لانگ بیچ کلاب ساحلی پرا معروفترین و بهترینشون، روبروش شرکت گراند سافایر اومده هتل و کازینو زده. به خاطر همینه که انقدر طرفدار داره و همه میدونن که اینجا چه پیشرفتی رو در آینده خواهد کرد.